سلام، وقتتون بخیر باشه. من عرفان هستم و در جلسه 4 رگرسیون لوجیستیک دو جمله‌ای میخوایم در مورد چک کردن یکی از فرضیات خیلی مهمی که در لوجیستیک رگرشن هستش صحبت میکنیم. خب همونجور که احتمالاً میدونید، برای اینکه ما بتونیم یک فرمولاسیون خطی برای ارتباط بین دو تا متغیر پیدا کنیم، باید این دو تا متغیر ذاتاً با همدیگه ارتباط خطی داشته باشن. نمیتونیم ما برای دو تا متغیر، برای توصیف ارتباط دو تا متغیر که اصلا رابطه‌شون هم خطی نیست، یه مدل خطی پیدا بکنیم و انتظار داشته باشیم این مدل خطی ما در واقع کارشو به نحو احسن انجام بده، یا اگر میخوایم در رابطه با یه متغیری که اصلا توی در واقع دیتا ست ما نیست یه پیشبینی داشته باشیم، پیشبینی درستی انجام بده و به همین منوال. برای همین نکته خیلی مهمی که وجود داره اینه که وقتی ما میایم یه در واقع فرمول خطی برای ارتباط بین دو تا متغیر پیدا میکنیم و حتما حواسمون باشه که این دو تا متغیر اصلا ارتباط خطی با هم دیگه داشته باشن. یعنی اینکه اگه شما دو تا متغیر داشته باشید که ارتباطشون مثلا سهمیه و بیان یه فرمول خطی در واقع برای ارتباطشون پیدا بکنی، ممکنه توی مثلا 4-5 تا کیس اولی که مثلا تو دیتا ست شما هستش و مدلتون تو اون دیتا ست تمرین کرده خوب جواب بده، اما وقتی میره به کیس های دیگه میبینیم که مدلمون اصلا در واقع کارهای خوبی پیدا نخواهد کرد. برای همین چک کردن این فرضیه، چک کردن این در واقع فرضیه که نه، چک کردن این پیش‌فرض که این دو تا متغیر آیا با هم ارتباط خطی دارن یا نه، در واقع یکی از نکات خیلی مهمی هستش که ما در رگرشن باید انجام بدیم. توی رگرشن های ساده و خطی خب مشخصه دیگه، ما میایم ارتباط خطی بین دو تا متغیر رو بررسی می‌کنیم. اما تو لوجیستیک رگرشن میایم ارتباط یه متغیر رو با در واقع لگاریتم آدز ریشیو متغیر کیفی که در واقع توی اوتپوت ما هستش مقایسه میکنیم. برای همین یه ذره متفاوت چک کردن این در واقع پیش‌فرض در رگرسیون لوجیستیک. من تو این جلسه میخوایم در رابطه با این کار در واقع صحبت بکنم. خب شروع میکنیم در واقع از جایی که جلسه قبلی رو تمام کردیم، میریم سراغ چک کردن در واقع پیش‌فرض خطی بودن لوجیستیک رگرشنمون. برای این کار نکته خیلی مهمی که باید حواسمون باشه اینه که ما در واقع میایم این کار رو برای متغیرهای کمی میکنیم، این پیش‌فرض رو برای متغیرهای کمیمون چک میکنیم. مثلا تو این قسمت اینا رو که ولش کنیم، اینا خب چیزایی بودن که جلسه سوم ما در آوردیم، اینا جزء دیتا ست ما نیستن دیگه. توی این قسمت ما دو تا متغیر کمی داریم، یکی سن، یکی در واقع estimated salary. فقط برای این دو تا متغیر کمی میایم پیش‌فرض خطی بودن رابطه رو چک می‌کنیم. برای این متغیر کیفی نمی‌تونیم در واقع خطی بودن یه ارتباط رو پیدا کنیم. فقط میایم برای متغیرهای کمی، یکی سن، یکی estimated salary. چیکار می‌کنیم؟ اول میایم یه متغیر تعریف می‌کنیم به اسم مثلا لوگ مثلا age و در واقع اینتراکشن وقتی میگیم یعنی میایم مثلا اینتراکشن بین دو تا متغیر رو در واقع میخوایم بررسی کنیم، میایم یه متغیر رو در اون یکی متغیر ضرب میکنیم. حالا من اینو میذارم لگاریتم مثلا لوگ ایج اینتراکشن. چیکار میکنم؟ میایم لگاریتم در واقع ایج رو میگیرم، این لگاریتم بر پایه طبیعیه، بر پایه عدد نفر، و اون رو در خود در واقع age ضرب میکنم. وقتی که ضرب میکنم در واقع میام یه جور اینتراکشن درست میکنم و این اینتراکشن رو میریزم توی متغیری به اسم حالا log age interaction، log age int. اینو ران میکنم. در واقع اجازه بدین اینو توی خود دیتا ستمون ایجاد کنم. مینویسم my data این، یعنی من میام این متغیر رو به عنوان یه ستون توی همون دیتا ست مای دیتا خودم ایجاد کنم. برای همین اینو من یه بار دیگه ران میکنم. این مای دیتا رو نگاه کنیم میبینیم که یه همچین متغیری اینجا ساخته شده. log age interaction حاصل برای هر متغیر حاصل ضرب
در واقع سنش ضرب در لگاریتم اون در واقع عدد هستش. یعنی این میشه حاصل ضرب 19 ضرب در لگاریتم پای طبیعی 19. خب میایم همین کارو برای اون یکی متغیر کمیمون هم انجام میدیم. اون یکی متغیر کمیمون استیمیت سالاری، حالا من مختصر می‌نویسم ES، بعد دوباره int و دوباره لگاریتم my data estimated salary رو ضرب در واقع همون متغیر میکنم. خب اینم انجام میدم، یه بار دیگه نگاه میکنم میبینیم که این یکی متغیرم ساخته شدش که این هم حاصل ضرب استیمیت سالاری هستش در لگاریتمش در پایه طبیعی. خب میایم اینجا برای اینکه در واقع این فرض در واقع خطی بودن لوجیستیک ریگرشن اون رو چک بکنیم، میایم یه مدل دیگه مثل همون مدل قبلی میسازیم. این دفعه من اسمش رو میذارم مدل 2، مثل همون قبلی که مدل ساختیم. دوباره از GLM استفاده میکنم، دوباره متغیر پردیکتور من که purchase بود میارمش، علامت تیلده رو میذارم، age رو اضافه میکنم، جنسیت رو اضافه میکنم، estimated salary هم اضافه میکنم. نکته خیلی مهم اینه که این دوتا متغیر جدیدی هم که ساختیم هم اضافه میکنیم. یعنی من در واقع خب متغیر اولی که ساختیم log age int بود، بله متغیر دومی که ساختیم log es int، اینو انجام میدم. خب حالا کار دیگه هم میکنم دیگه، مثلا میگم دیتاش مساوی با my data و فامیلی هم مساویه با by nominal. آره خب اینو ران میکنم، الان مدل دومون ساخته شد با همین در واقع فرمولی که اینجا هست. دوباره مثل قبلی سامری ازش میگیرم، مدل 2 سامری که ازش میگیرم، میایم به این در واقع پی ولیو های این متغیرها رو نگاه میکنیم. اینا رو که کاری نداریم، اینا اصلا مهم نیستش، تو همون مدل اول رسیدیم بهشون، هرچند اینجا پی ولیو هاشون درست نیست. الان ما اومدیم با چند تا متغیر دیگه اینو وارد کردیم، پی ولیو اینا درست نیست. اون چیزی که برای ما خیلی اهمیت داره این پی ولیو هاست. وقتی پی ولیو در واقع مثلا این متغیر غیر سیگنیفیکانت شده، بالای 500 شده، یعنی این پیشفرض خطی بودن لوجیستیک ریگرشن براش تایید هستش. یعنی چی؟ یعنی در واقع متغیر سن با در واقع لگاریتم odds ریشیو متغیر پرچیس رابطه خطی داره و این پیشفرض در مورد متغیر age برقرار هستش. اما اینجا رو نگاه کنیم، برای در واقع این متغیر برای استیمیتد سالاری می‌بینیم که پی ولیوش سیگنیفیکانت شده و این خبر خوبی نیستش. یعنی استیمیتد سالاری با لگاریتم odds ریشیو متغیر کیفی اوتپوت ما یعنی پرچیس رابطه خطی نداره و این پیش‌فرض در موردش صدق نمی‌کنه. خیلی ممنون که همراه ما بودید. ما اینجا اومدیم فهمیدیم که در واقع چجوری میتونیم پیش‌فرض خطی بودن تو لوجیستیک ریگرشن رو بررسی بکنیم. اول اومدیم یه اینتراکشن ترم ساختیم، اومدیم لگاریتم متغیر در واقع کمیمون رو ضرب در خودمون متغیر کردیم، وارد این متغیر جدید کردیم. همین کار رو برای استیمیتد سالاری هم انجام دادیم و یه مدل جدید ساختیم با این دو تا متغیر داخلش. وقتی این دو تا متغیر داخلش بودن مدلمون رو ساختیم، میایم سامری از مدلمون میگیریم و به پی ولیو این دو تا متغیر جدیدی که ساختیم دقت میکنیم. اگه این پی ولیو سیگنیفیکانت نبود یعنی پیش‌فرض برقرار هستش و در واقع مدل شما مشکلی از این بابت نداره. اما اگه پی ولیو سیگنیفیکانت بودش در واقع نشون میده که این پیش‌فرض به قول معروف مت نشده، پیش‌فرض رعایت نشده و این در واقع مشکل هستش برای مدل ما. اینکه وقتی این اتفاق افتاد چی کار میکنیم و من داخل در واقع کانال توضیح میدم. خیلی ممنون که همراهمون بودین، امیدوارم که جلسه خیلی خوبی براتون بوده باشه.